سلام دوستای عزیز، بریم پیش دوستا. امروز در چی مناسبتی؟ حوالا پیش جناب آقای رسولی سعید. سلام بچه، خسته نباشید، وقتتون بخیر. ای آقا سعید میبینیم، نشون بدی آقا سعید. آقا سعید بچه خوبیه، ولی امروز یک مقدار در امنیم توهین کرد، فوش داد، ما تحمل نداشتم، خواستم بیزنم. بعد شما برادر با ایشون کربلایی نذاشتین دیگه. بنده خدایی چی را آورده؟ بستنی آورده به خاطر از آشتی کنون. آره دیگه توهین نکردم. ما یک دفعه فقط توهین هم نکردم، فقط گذاشت از عمهش تعریف کردم، گفتم چقدر عمه گرم چهره یا خدمت دعوا کرد، ناراحت شد، ما بستنی آوردم آشتی کردیم. الان هم بنده خدا بستنی آورده به این مناسبت. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. این بستنی که مخوریم برای توهین کردن عمه امینه. ما که هستیم قاضیم.